تو این ویدیو میخوایم در مورد نحوه نصب پنل XUI یا همون ویتوری داخل میکروتیک صحبت کنیم. ولی قبلش باید یه سری تنظیمات انجام بدیم، پکیج کانتینر فعال کنیم تا برسیم به اون قسمت. پس با من همراه باشید. دوستان سلام، بریم سر وقت آموزش. خب برای این کار ما نیاز به یک میکروتیک داریم که تو ویدیو قبلی نحوه تبدیل اوبونتو به میکروتیک رو توضیح دادم. اگر ندیدید اول اونو ببینید که برسیم به میکروتیک، بعدش بیایم سراغ این آموزش. ما برای این کار نیاز به یه سرور داریم که روش میکروتیک نصب کرده باشیم و من این کار رو از قبل کردم. اینم آی پیمه. میکروتیکمو میارم بالا، با وین باکس بهش وصل میشم. یوزرم که ادمین هست و پسوردم حالا من 1 2 3 گذاشتم. خب میریم داخل وین باکس. اینجا هم دستورات رو براتون گذاشتم، حتما تو دیسکریپشن میذارم و همچنین تو کانال تلگرام. هم میتونیم از طریق این دستورات کار رو انجام بدیم، هم میتونیم حالا یه سری جاهاشو به صورت دستی خودمون انجام بدیم. خب قبل از این که شروع کنیم این کارا رو انجام بدیم، اول باید بیایم اینجا نگاه کنیم ببینیم سیستم پکیج، ببینیم پکیج کانتینر رو داریم یا نه. خب من ندارمش، باید برم اول پکیج کانتینر رو بگیرم. باید بیام تو سایت میکروتیک میایم تو قسمت سافت‌ویر دانلود آرشیو. اینجا ببینید من نسخه 7 و 7 رو نصب کردم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اصلا کانتینر از نسخه فکر میکنم 7.5 به بعد نصب میشه روی میکروتیک. پس من 7 دارم، میام اینجا میگردم دنبال نسخه 7 و 7. خب با توجه به میکروتیکی که دارم، روتری که دارم، من روتر CHR نصب کردم X86. آل پکیج رو میگیرم که تمام پکیج ها داخلش باشه. بعد میام اکسترکت میکنم و میرم داخلش. اینجا تمام پکیج هایی که من میتونم روی میکروتیکم نصب کنم موجوده. چی رو میخوایم ما؟ کانتینر رو میگیرم میکشم توی میکروتیکم، وای میسم تا آپلود بشه. بعد از اینکه آپلود شد نیاز داره که من ریبوت کنم. وقتی که ریبوت کنم این پکیج نصب میشه. سرورم رو یه بار ریبوت میکنم، منتظر میشم تا بیاد بالا. سرور وقتی بیاد بالا پکیجم نصب شده، اما باید چیکار کنم؟ باید پکیج کانتینر رو حتما فعالش کنم. کافیه که بنویسیم، حالا من اینجا میارم اینم اضافه میکنم داخل پکیج کانتینر میکروتیک. من یادم رفته بود بگیرم، براتون میگیرمش. خب ما نیاز به این خط داریم. من این خط رو توی دستوراتمونم کپی میکنم قبل از هر کاری. خب ملاحظه کنید پکیج کانتینر اضافه شد. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بیایم توی ترمینال وین باکسمون این خط رو پیست کنیم. من دارم اتک میخورم، من بیام تو قسمت آی پی سرویس تمام اینا رو غیر فعال کنم که اتک نخورم.
خب از اینکه کدو کپی کردیم اینتر که بکنیم، ببینید یه خط به ما میده، میگه شما باید میکروتیک تو به صورت سخت افزاری یه بار خاموش روشن کنی. این که من بیام اینجا از توی سیستم ریبوتو بزنم، این پکیج برای من فعال نمیشه. بذارید یه بار انجام بدم با هم ببینیم. الان من اینو ریبوت میکنم، منتظر میشم تا بیاد بالا. خب اومد. حالا من دوباره اون خط رو می نویسم، فقط به جای قسمت اینا رو پاک میکنم تا آپدیت می نویسم پرینت، نوشته مود اینترپرایز. این اگر فعال شده بود زیرش یه دونه یس هم می نوشت برای من، پس این فعال نشده. من یه بار دیگه همون کدو میزنم، میگه سخت افزاری خاموش کنید. دقت بکنید از جایی که سرورتون رو خریداری میکنید باید برید داخل پنلتون و یک بار سرورتون رو خاموش کنید. منتظر میشیم خاموش که شد. حالا دوباره روشنش میکنیم. خب سرور رو روشن کردم، منتظر میشم تا میکروتیکم بیاد بالا. دوباره اگر من دستور قبلی رو بنویسم، پرینت اینتر میکنم، ببینید نوشته مود اینترپرایز کانتینر یس. الان کانتینر من که نصب شده بود فعال شد. حالا میتونم بقیه کار رو انجام بدم. برای بقیه کار باید چیکار بکنیم؟ باید من الان یک به یک از دستوراتم بگم. میگه یه اینترفیس بریج بساز، اسمشو بذار داکر. یعنی میایم تو قسمت بریج یه دونه داکرز میسازیم و اوکی میکنیم. خط بعدی چیه؟ خط بعدی میگه که یه آی پی ادرس بهش بده با این نام، با این آی پی ادرسمون میشه 172 صفر، ببخشید من 17.01/24. به چی بده؟ به داکرت بده. خب میریم برای خط بعدی. میگه حالا اینترفیس تو یه دونه وچ بساز با این آدرس که گتویش آدرس داکرت باشه. یعنی میریم تو قسمت اینترفیس، تو قسمت VETH یه دونه VTH یک میسازیم، میذاریم 172 17.02، آی پی مون 172 17.01. البته اینجا اسلش 24 من بذارم، اسلش رو برعکس گذاشتم، اپلای میکنیم، اینم ساخته شد. خط بعدی میگه حالا این پورت VTH رو توی بریجت اد کن. یعنی بیا تو قسمت اینجا وچو بنداز تو داکر. اینم انجام شد. یه چیزی بهتون بگم که تمام اینایی که من دارم دستی میزنم و شما میتونید کپی کنید و داخل ترمینال بزنید، خودش میسازه. این کارم میتونید انجام بدید. الان مثلا من خطای بعدی رو دیگه کپی میکنم که ببینید. میگه که بیا تو قسمت فایروال نت، میایم فایروال نت. الان ببینید داخل میکروتیک هم این خط رو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. ببینید دستور رو برای من خودش ساخت. خط بعدی یه تایم زون باید بهش بدیم. عرض کنم که حالا من سرورم چون توی اروپاست، حالا همینو میذارم باشه.
اینم کپی پیست میکنم. اینو کجا میسازه؟ توی کانتینر، تو ایونتسمون. اگر من اینو بسازم یه ایونت اضافه کرد که میتونیم اینجا با فشردن به اضافه هم اینو دستی اضافه کنیم. بعد خط بعدی میگه برای ورود به پایهولمون، اگر سرچ کنید تو اینترنت پایهول چیست متوجه میشید یه سرور DNS اختصاصی میشه در واقع. حالا پسوردش هم من میذارم 1 2 3 4 5 6. اینم کپی میکنم، اینم اضافه میشه. میریم خط بعدی. خط بعدی هم یوزرمونه که این یوزر وب اینترفیس برای پایهولمونه. اینتر میکنیم، اینم اضافه میشه. میریم خط بعدی، یه دونه سایت داکر رو میدیم بهش. خب بریم خط بعدی، پیست، اینتر. منتظر میشیم تا ببینید خط آخر رو که من زدم اینجا شروع کرد، زده اکسترکتینگ. این داره داکر رو از سایت داکر میگیره و نصب میکنه. خیلی سریع هم میگیرتش. فقط یه نکته بهتون بگم، توی روترهای سخت افزاری، توی یک سری روترهای خاص که توی فایل اگه بیایم اینجا ببینیم، من چون از سرویس دهنده سرورم مجازیه 20 گیگ فضا داره این میکروتیک من، ولی روترهای سخت افزاری فضاشون خیلی کمه. تو روترهایی میتونید این کارو بکنید که حداقل 500 مگ فضا داشته باشن. تو روترهای معمولی ما نمیتونیم پایهول بیاریم بالا. عرض کنم که خب اینم نصب شد. فقط کافیه که استارتش کنیم. نوشته چی؟ کانتینر پرینت. اگر ما این دستور رو اینجا وارد کنیم، اسم کانتینری که ساخته و تمام مشخصاتش رو برامون میاره و فقط کافیه روش کلیک کنیم و استارت رو بزنیم. کانتینر ما استارت شد. تا اینجا ما پایهول رو نصب کردیم و همچنین تقریبا بگم داکر هم برامون اومد بالا، یعنی کانتینرمون تکمیل شد. حالا میخوایم بریم ویتوری نصب کنیم. برای نصب ویتوری باید چیکار کنیم؟ داخل محیط ترمینالمون میایم اینجا کانتینر شل 0 رو میزنیم که وارد محیط کانتینر بشیم. ببینید هشتگ آورد جلوش. بعد میایم مینویسیم apt get update-y. اینتر میکنیم، منتظر میشیم تا عملیات آپدیت انجام بشه. خب خط بعدیمونم میزنیم upgrade apt-upgrade. برای نصب هر چیزی داخل لینوکس نیازه که یه آپدیت آپگرید بزنیم. خب آپگرید هم تموم شد. میریم سراغ دستور بعدی apt-get install carsuket. اینم نصب میکنیم. میریم خط بعدی، سیستم ctl هم نصب میکنیم. خب دستور بعدی نصب پنل ویتوریه که من از پنل صنایع استفاده میکنم. اینجا براتون گذاشتم لینکشو، از اینجا باید وارد بشه. کپی میکنم و پیست میکنم. خب اینجا وایو میزنیم. یه یوزرنیم ازمون میخواد، من ادمین وارد میکنم. پسوردم هم حالا 1 2 3. شما پسورد سخت حتما بذارید. پورتش هم 2053 میذارم و اینتر میکنم.
تنظیماتمون تموم شد. حالا برای اینکه بتونیم وارد ویتوریمون بشیم باید بریم تو قسمت فایروال. قبل از اینکه من این کار رو بکنم باید یه مسکیوریت درست میکردم که این کار رو نکردم. این کار اول انجام بدم. مرز کنم که خب بعد از اینکه اون تموم شد میایم یه دستینیشن نت حتما باید بنویسیم. بگیم که دستینیشن نت TCP پورت مثلا 2053 دستینیشن نت بشه به IP داکرمون 172.17.0.2. ببینید اینجا اینترفیس ویج ما اینجا چی دادیم؟ گفتیم این اینترفیسمون 172.17.0.2 باشه. پس بعد اینجا هم این آی پی رو بدیم به پورت 2053. اوکی میکنیم. الان اگر من آی پی سرورمو توی مرورگرم باز کنم با پورت 2053 ببینید پکت انداخت. ویتری من چون برای اولین باره یکم زمان میبره. و یه نکته دیگه این که من چون برای آموزش این میکروتیک آوردم بالا دیگه لایسنس نزدم و پهنای باند بیشتر از 2 مگ نمیتونم رد کنم عملا. شما حتما لایسنسش بکنید. پنل اومد بالا واردش میشم. رمزم 1 2 3. میتونم خیلی راحت بیام اینجا یه دونه دستورم میزنم مثلا حامد ویلس همین پورت همین TCP کرییت میکنم. ببینید اینجا من یه دونه پورت فوروارد زدم برای ورود به پنل. دستینیشن نتمو برای پنل زدم. هر کانفیگی که میسازید حتما باید پورتی که ساختید و حتما براش نت بنویسید. پورت 45495 من ساختم. اینجا باید بیام یه کپی از این بگیرم دوباره یه نت دیگه برای اون بنویسم. چند بود؟ حالا کپیش میکنم اصلا. برای هر کانفیگی که میسازید حتما جداگانه باید یه نت بنویسید تا کار بکنه. اگر اینو ننویسید کانفیگتون کار نخواهد کرد. اینم از آموزش نصب ویتوری توی میکروتیک. دوستان عزیز امیدوارم که این ویدیو حتما ایشالله که به دردتون بخوره. ما رو حمایت کنید با لایکاتون. سابسکرایب یادتون نره و همچنین هر سوالی داشتید کامنت بذارید. اگه به مشکلی خوردید حتما جوابتون رو میدم. به امید دیدار.